نشونه هایی که به ما میگه توی یه رابطه سمی هستیم، اول از همه این که ما از اون فرد و از اون رابطه داریم آسیب میبینیم و این آسیب دیدن ما برای طرفمون و پارتنرمون اهمیت نداره. دوم، فرد از ما میخواد مدام خودمون رو تغییر بدیم، در حقیقت خود واقعی ما رو نپذیرفته و میخواد شخصی بشیم که باب میل اون فرد باشیم. مورد سوم این که ما مدام مجبور هستیم از خودمون، از خواسته هامون، از علایقمون بگذاریم و احساس ارزشمندی نمی کنیم. و مورد چهارم این هستش که ما احساس دوست داشتنی بودن رو توی اون رابطه نداریم و مدام با قلبمون و با احساسمون بازی میشه. چطور این اتفاق میفته؟ ببینید یه فرد سمی زمانی که توی یک رابطه قرار میگیره میاد به صورت قطره چکانی و کم کم عشق رو به ما میده و در قبال این عشقای کوچیک کوچیک که به ما میده ضربه‌های بزرگتر به ما میزنه و این باعث میشه که این روند رو همینطور هم ادامه میده و باعث میشه ما یه حالت اعتیاد به این رابطه پیدا کنیم و یه زمانی که این رابطه طولانی مدت بشه از اعتیاد هم میگذره و یه حالت چسبندگی و آویزونی ما به اون فرد و اون رابطه داریم. حالا چه کار کنیم؟ ببینید زمانی که میخوایم بفهمیم رابطه‌مون سالم هست یا نه، میخوایم رضایت خودمون رو از اون رابطه بفهمیم و از خودمون سوال کنیم، باید اون رابطه رو ببینیم توی الان، توی هر روزمرمون از اون رابطه راضی هستیم، آرامش داریم یا نه. باید فکر کنیم ببینیم در گذشته فلان کار رو برای من کرد، منو خوشحال کرد، یا من در گذشته رابطه خوبی دارم. ببینید رابطه سالم برآیند یه رابطه است و درسته هر روزش عالی نیست، ولی برآیند رابطه یک برآیند خوب هست. دوست خوب من، هیچ آدم عاقلی برای رفع تشنگی سم نمیخوره. پس به خاطر تنهایی و ترس از تنهایی تو رابطه با آدم‌های اشتباه و سمی نریم. پایدار بشیم.